پیشمرگ قدیمی هستم و اینجا در خدمت شما هستم برای اینکه راجع به آینده ایران و راجع به کارهایی که در این دوره باید بکنیم صحبت بکنم. ببینید، من یه چیزی براتون بگم. وقتی که شاید برای خیلی ها این اولین باری باشه میشنون، از نزدیک آشنایی نداشته باشند، ولی درسته در سال 1979 در ایران انقلاب شد، در کردستان هم شد، همه جای ایران شد، ولی در کردستان، در بخش اعظم کردستان هیچ وقت انقلاب اسلامی نشد. درسته کردها در اون جنبش بزرگی که در اون دوره به راه افتاده بود شرکت کردند و با آرزوهای نیکی که برای دموکراسی و بهروزی عمومی و برای حقوق خودشون داشتن این شرکت رو توجیه میکردند و توضیح میدادند. خیلی هم پرشور شرکت کردند. معاخذا از همون قدم های اول معلوم بود مسیر متفاوتی و متد متفاوتی رو با اون چه که بعدها به نام انقلاب اسلامی در تهران و اکثر نقاط ایران جریان داشت کردند. جنبش در کردستان تحت رهبری آیت الله ها نبود. کسی سینماها رو آتیش نمیزد، کسی خونه بهایی ها رو و اموال و مغازه هاشون رو به آتش نمیکشید، کسی زنان رو به ضرب توسری وادار به روسری نمیکرد. برعکس، ما یک دوره شکوفایی بسیار بزرگ در کردستان در مورد شرکت زنان داشتیم. آزادی بیان محدود نبود. در واقع توی اون چند ماهه، کمتر از یک سال، توی اون دوره تا وقتی که در 28 مرداد سال 1979 به تاریخ میلادی خمینی فرمان حمله به کردستان رو صادر کرد، در اون مدت 8-10 ماهه یکی از دوره‌های درخشان شکوفایی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی رو کردستان طی می‌کرد. من خودم یادمه که خیلی ها، هزاران نفر از نقاط مختلف ایران پا می‌شدن می‌اومدن سنندج و سایر شهرهای کردستان برای اینکه ببینن کردستان چه خبره، دارن چه کار می‌کنن. و وقتی که در تابستان سال 1358 یا 1979 خمینی فرمان حمله به کردستان رو صادر کرد که هیچ مجوزی برای این کار وجود نداشت، هیچ دلیلی بود برای این کار وجود نداشت و نه قتلی، نه جنایتی، نه غارتی، نه تجاوزی اونجا صورت نگرفته بود، ولی کردستان نمونه دیگری رو نشون داده بود. تنها جرمش این بود، نمونه دیگری که اون ارتجاع سیاه و استبدادی که بعدها بر ایران حاکم شد در اونجا وجود نداشت. دو حزب اصلی که در کردستان بودن و هنوزم هستن، یعنی حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کمله کردستان ایران، با وجود تفاوت‌های فکری و سیاسی که با هم داشتن، معاخذا هر دو لایق بودن، هر دو سکولار بودن. برای اولین بار در کردستان بود که کردستان ایران بود، منظورم اینه که امروز شما عکس دختران پیشمرگ رو در سوریه میبینید، در جای دیگه میبینید، ولی در کردستان ایران و توسط حزب کمله، حزبی که من امروز حضور شماها معرفی میکنم، برای اولین بار دختران کرد آزادانه تونستن در صفوف پیشمرگان شرکت بکنن. شاید این سنت شکنی خیلی بزرگی بود، به خصوص 35-40 سال پیش، وقتی که دختر جوان کرد بدون روسری در مساجد حضور پیدا میکرد و در محراب مسجد او بود که مردان مسن در اون منطقه رو مورد خطاب قرار میداد و براشون صحبت میکرد.
اعتبار زن که سنتاً هم چندان کم نبوده در جامعه کردستان خوشبختانه، ولی به مراتب بالاتر رفت. میخوام بگم که همه این پدیده ها، باور کنید من خودم شاهدم و جزو کسانی بودم که من وقتی که خونه های بهایی ها رو در شهرهای دیگر ایران و در آذربایجان به خصوص که هم مرز با ماست می سوزوندن و بهایی ها فرار میکردن از ترس جونشون، ما بودیم و من شخصا یکی از کسانی بودم که در میتینگ های عمومی سخنرانی کردم برای اینکه بهایی ها رو بایستی با جان و دل بپذیریم و پذیرفتیم. کردستان سر کسی رو نبریده بودند. جرم کردستان این نوع فرهنگ متمایز از جمهوری اسلامی بود و به این جرم 40 سال داره قتل عام میشه و چه بسا در این 40 ساله تنها مونده. در این 40 ساله بارها مورد غضب دشمن و بیمهری دوستان قرار گرفته، با سوء ظن و شک بهش نگاه کردن، در حالی که به نظر من در دوره آینده و امیدوارم اینطور باشه کردستان برای نجات ایران همون نقشی رو بازی کنه که آذربایجان در جنبش مشروطیت بازی کرد. از دیماه سال گذشته ایران وارد یک مرحله جدیدی شده و یک چرخش بزرگی به خودش دیده. بر ماست، بر همه ما، نه فقط اون جمعی که اینجا حضور دارند، چون بخش‌های دیگر و معتبر اپوزیسیون خارج از این جمع هم وجود دارند و من شخصا برای اتحاد خیلی بزرگتر همه اپوزیسیون دموکراسی خواه تلاش میکنم در حد توانم. و اما بر ماست که با یک اتحاد بزرگ، با هر مکانیزمی که صلاح تشخیص داده بشه و درست و منطقی و کارآمد باشه، ولی نهایتاً به یک ائتلاف و اتحاد بزرگ برسیم. من از شما، از کسی پنهان نکردم و از شما هم پنهان نمی کنم که من و حزبی که من نمایندگی می کنم و جنبشی که ما در کردستان نمایندگی می کنیم خواهان یک ایران آزاد، دموکرات، سکولار، تکثرگرا و همچنین فدراله که در اون ضمن حفظ وحدت ایران همه بخش‌های این جامعه، همه ملیت‌ها و قومیت‌ها بدونند با حفظ حقوقشون، حقوقی که بایستی به اعتقاد من در قانون اساسی بعدی ایران ملحوظ بشه و اطمینان خاطر داده بشه، با یک چنین مشارکت دست جمعی ما باید ایران آینده رو اداره کنیم و نسل بعدی ایران رو اطمینان بدیم که دیگه نه فقط از شر ابلیسانی که فعلا بر ایران حکومت میکنن نجات پیدا خواهند کرد، بلکه دیگه هیچ وقت دچار چنین سرنوشتی نخواهند شد. خیلی متشکرم.